تاجیکستان از زمان کسب استقلال با چالش‌های متعدد مواجه بوده، از جمله جنگ داخلی که از سال 1992 تا 1997 به طول انجامید و زخم‌های عمیق بر جا گذاشت. این کشور با بی‌ثباتی سیاسی، مشکلات اقتصادی و تنش‌های منطقه‌ای به ویژه در رابطه با همسایه جنوبی خود افغانستان دست و پنجه نرم کرده است. علیرغم تلاش‌ها برای ارتقای ثبات و رشد اقتصادی، تاجیکستان همچنان یکی از فقیرترین کشورهای آسیای میانه با سطح بالایی از بیکاری به شمار می‌رود و فساد یک موضوع فراگیر است. با همه اینها و با وجود گرایش برخی جوانان به اسلام افراطی، تاجیکستان یکی از کشورهای امن محسوب می شود و نقش استراتژیک در بحث‌های منطقه‌ای به ویژه در رابطه با نگرانی‌های امنیتی و ثبات آسیای میانه ایفا می‌کند. در گفتگوی ویژه این هفته از عبدالله رهنما، مسئول تبلیغات اتحادیه نویسندگان و پژوهشگر پیشین یک نهاد تحقیقاتی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان پرسیدم که چرا این کشور همچنان به شدت به روسیه وابسته است. بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان چه تأثیری بر تاجیکستان گذاشته؟ رابطه تاجیکستان با کشورهای منطقه به ویژه با ایران چگونه است؟ چرا مخالفان سیاسی امام علی رحمان رئیس جمهوری اجازه فعالیت ندارند؟ بسیار تشکر جناب آقای رهنما. یک تصویر ارائه بکنین از وضعیت تاجیکستان بعد از جنگ داخلی در چه وضعیت است؟ جنگ داخلی که البته مربوط به 2 دهه پیش است و تحت حاکمیت رئیس جمهوری فعلی که تقریبا بیش از 3 دهه دوام داشته. فعلا وضعیت تاجیکستان از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی چی هست؟ خب تشکر. ما همیشه به گوش ما عادت شده است که 30 سال 32 سال از استقلال تاجیکستان گذشت و امروز تاجیکستان به کجا رسیده است، در چه وضعیت است. ولی اگر کمی به درونی روند نگاه کنیم، تقریبا 10-15 سال اولی بعد استقلال تاجیکستان در حالت جنگ شهروندی، یک 7 سال اول باز بعد از اون یک 10 ساله برقراری پس از جنگی، بازسازی پس از جنگ بوده. بنابراین ما اگر گیمون دوره رشد نرمال و واقعی تاجیکستان به همین 15 سال اخیر مربوط است. از نظر علم سیاست همچون یک روند تشکل دولت این روند را بهاته، ما میتونیم بگیم که تا همین روز تاجیکستان به عنوان یک دولت نو تأسیس همون مرحله احیا و برقراری دولت رو سپری کرده است. یعنی شما میگین که دولت بعد از استقلال به قوام رسیده و در حالت ایدئال خود به سر میبرد. بله، همین وزیر اگر ما مفهوم دولت را با تمامی همون صفات و جزئیاتش از تعریف تئوریک بگیریم روی تاجیکستان قیاس کنیم، ما میتونیم بگیم که بزرگترین مهمترین نتیجه همین 30 سال 32 سال همین بوده است که دولت همون چیزی که برای یک دولت، برای استقرارش، برای بقای او ضرور بوده است، هم مسائل ساختاری، هم ایدئولوژی، هم فرهنگی، هم هویتی، هم تثبیت در نظام بین المللی، همین چیزها را حل کرد. بنابراین ما میگیم که از همین زمان ما دیگر گذاشتیم به مرحله رشد. بسیار خوب. یعنی مرحله دولت سازی جنبست شده از مرحله رشد آغاز شده. تاجیکستان همچنان یکی از فقیرترین کشورهای دنیا هست. آمار و شاخصهای مربوط به اقتصاد هنوز خیلی پایین است. در میان کشورهای آسیای میانه هم همیشه گفته میشه که یکی از فقیرترین کشورها هست و بیکاری در سطح بالا هست. اقتصاد رشدش قابل در مقایسه با کشورهای همسایه مثل ازبکستان، مثل قزاقستان، مثل ترکمنستان، آذربایجان هنوز خیلی کند است. چگونه میشه گفت که به یک حالت ایدئال رسیده وضعیت؟ مسئله ایدئال به اون مربوط است که در همین سیاست ما 2 مفهوم داریم. یکی مفهوم دولت سازی. شما بدید حتی در افغانستان اخیراً همین تیمایی که میخواستن رئیس جمهور شوند تیمی دولت ساز نام داشت، چون احساس میکردن که دولت با اون مشخصه هایی که باید داشته باشه هنوز شکل نگرفته است. بنابراین ما میگیم که همین 3-10 ساله اولی پس از استقلال صرف دولت سازی شد.
یعنی این روز ما دیگه سوال نداریم که تاجیکستان باقی خواهد بود یا نه، ساختش چگونه باشد، ایدئولوژیش چگونه باشد، ارزشش چه باشد، این چیزا حل شدن. ولی اکنون مرحله رشد یک سلسله مسائل و سوال‌های داره که در مرکز یا نه اون مسئله اجتماعی، رشد انسان، رفع فقر و اینا است. در این مسئله ها اگر شاخص‌ها را نگاه کنیم، ما ببینید یکی از که شاخص‌ها را در قیاس با منطقه و جهان میگیریم، یکی از که شاخص‌ها را در قیاس به 10-15 سال پیش اگر گیریم. مثلا شما اگر سال 2000 رو گیرید، تاجیکستان 82% زیر فقر جمعیت داشته، 82%. حاضر ما را داریم 22%. مثلا خیلی اگر در قیاس با رقم‌های خود تاجیکستان با وضعیت 10 سال پیش 15 سال پیش گیریم، یک حرکت بسیار سریع اقتصادی اجتماعی است. بیاییم در مورد روابط خارجی تاجیکستان صحبت کنیم و یکی از مهمترین روابط که تاجیکستان داره با روسیه است که در حقیقت حامی امنیتی اقتصادی و یعنی کشور است که حفاظت میکنه از تاجیکستان. نیروهای روسیه هنوز در تاجیکستان هست، در مرزها مستقر هستند. این رابطه چگونه رابطه است به گفته شما؟ و اگر واقعا دولت مستقل شکل گرفته در تاجیکستان، روسیه چقدر نفوذ داره در تاجیکستان؟ خب ببینید اینجا چند مسئله مشخص است. اول اینکه همین روابط امروز روسیه و تاجیکستان این پروداکت یا محصول یک روند طولانی تاریخی است. همون گونه که روابط هند و بریتانیا، روابط پاکستان و بریتانیا مثلا، این یک روابطی است که در طول یک تاریخ شکل گرفته به همین شکل مانده است. یعنی که جامعه، حکومت، نخبگان سیاسی، حتی همون قشر مردم عادی، مهاجرین با روسیه پیوست زیاد داره. ببینید مهاجرین ما چرا نمیرن بریتانیا؟ چرا نمیرن؟ سوال مهم است. چون که روسیه میرن، چون که زبان میدونن، ارزشاشو میدونن، طرز زندگیشو میدونن، روسا که نزدیکن، به جای میرن که با اون نزدیکن. دوم اینکه از نظر نظام امنیت یا آرشیتکتور امنیتی منطقه، همین منطقه آسیای مرکزی در همین لحظه ای که از ما و شما صحبت میکنیم زیر چتر امنیتی روسیه است. بنابراین در جهانی که بسیار ناآرام است، ببینید در اوکراین چی میشه، در اسرائیل و فلسطین چی میشه، در خاورمیانه چی میگذره، در همین گونه حالت ما دقیقاً درک میکنیم که همکاری استراتژیک با روسیه یک کفیل امنیت تاجیکستان است. همین کاری که روسیه در تامین امنیت به معنای فیزیکی حداقل میتواند کنه، هیچ کشور دیگه، حتی آمریکا هم نمیتونه کنه برای تاجیکستان، چین هم نمیتونه کنه. بنابراین روسیه رو دوست داشتن شرط نیست، ولی اعتراف کردن یا همچون واقعیت قبول کردن این یک کاری عقلانی است، یک کاری پراگماتیکی است. بنابراین اینجا نیست که ما روسیه رو دوست داریم، ما روسیه رو ضرور داریم در این مرحله، نیاز داریم. و آخرین نکته که درباره روسیه گفتم این است که همین تصور که حضور نیروهای خارجی و بیس‌های نظامی یک کشور در کشور دیگر ای با آزادی و استقلال خلل است، این یک تلقین است که برای ما میکنن برای اختلاف با روسیه. وگرنه هر کشوری خوبی همه اروپا و آسیا را بگیره، این قدر قوه نظامی آمریکا در اونجا است. مثلا این قدر پایگاه بزرگ آمریکا که در آلمان است، این قدر پایگاه بزرگ آمریکا در ترکیه است، در قطر است، در ژاپن بزرگترین نیروگاه قوای حربی و دفاعی و هوایی آمریکا استاده است. مگر ژاپن و ترکیه و آلمان مستقل نیست؟ این توافقی بین دو دولت اگر شود در تامین امنیت، این بخش از تحکیم استقلال است. در مورد یک سوال پیدا میشه، اگر در جای منافع تاجیکستان، منافع مردم تاجیکستان با روسیه هماهنگی نداشته باشه، آیا این جرأت در حکومت تاجیکستان وجود داره که مثلا راه خود جدا کنه یا حتی از روسیه انتقاد کنه؟ مثلا حمله روسیه به اوکراین از نظر قوانین بین المللی یک نقض واضح
تمامیت ارضی یک کشور مستقل بود، نقض واضح قوانین بین المللی بود. تاجیکستان کاملا سکوت اختیار کرد. شما اگر روندهای سیاسی را بررسی کنید، همین سال گذشته یک صحبت بسیار جدی رئیس جمهوری ما با رئیس جمهوری روسیه در رسانه‌ای شد در قزاقستان که مثلا در همین حضور همه رئیس جمهورها برای رئیس جمهوری روسیه گفتن که 1 2 3 4 5 مسئله های است که شما باید اینطور نگاه کنه یا اصلاح کنه. وقتی که ما شریک استراتژیک با شما باشیم باید ما او را احساس کنیم در عمل. یعنی شکایت یا نقدی بسیار جدی رو به روسیه مطرح کردن در سطح بین الخلقی. این خیلی نیست که جرأت نداره، ولی هر دو کشور این را احساس میکنن که در همین مرحله، در حالتی که ساختارهای جهان در حال شکستن است، در حالتی که روابط ابرقدرت ها بسیار تیز و تند شدن است، در همین حالت ما الترناتیوی دیگه نداریم. مثلا شما مثال مشخص بریم، این در هفته گذشته شرطنامه یا قرارداد امضا شد که فضای هوایی تاجیکستان و روسیه و قرقیزستان و قزاقستان مشترکاً دفاع میشد. حالا یک نفر میتونه بگه که این نقض استقلال بوده است، یک آدمی بی مسئولیت. ولی ما چی میگیم؟ مثلا ما احساس میکنیم که اگر روابط روسیه و امریکا بدتر شود، اگر همون جنگی قدرت ها باز شدید شود، میتونه از جنوب یا از سمت دیگه امریکا یا نیروی رو به این طرف همچون برای ضربه زدن به روسیه وارد کنه و امنیتی ما برام از جنوب منظورتان افغانستان است. خب به هر حال دولت تاجیکستان و تاجیکستان چی نگرانی داره از افغانستان و از افغانستان تحت کنترل طالبان دقیقاً؟ شما بسیار دقیق گفتید، چون که ما از افغانستان، از مردم افغانستان هیچ تهدیدی نداریم، چون که افغانستان نزدیکترین کشور به تاجیکستان است، هم از نظر تاریخی، هم تمدنی، هم ارزشی، هم ملی. یعنی همین شمال تاجیکستان این از نظر قومی و تاریخی و ملی با تاجیکستان هیچ فرقی ندارد. بنابراین از افغانستان هیچ تهدیدی نیست. ولی از نیروهایی که در افغانستان مستقرند، از قدرت‌هایی که بر افغانستان نفوذ دارند، از نیروهای بین المللی که افغانستان میتونن زمین افغانستان به ضد امنیت ما استفاده کنن، از اونا خطر است. بنابراین من نیروها هست اگر مشخص‌تر فرق گذاریم. مشخص‌تر اگر نام گرفته ما سه سطح خطر میدونیم حاضر. 3 سطح خطر. یکم گروه های تروریستی افراطی که از حساب مردم های آسیای مرکزی، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و چینی های اویغورای چین و بعضی جنگنده هایی که از داعش و از دیگر گروه ها آمدن در افغانستان پناهنده شدن و حالی در شمال افغانستان، در جنوب، در هر جا مستقرن. این یک واقعیت است. نیروها مستقر هستند. طالبان میگن که ما از خاک افغانستان اجازه نمیدیم که کسی در کشور. ولی من نگفتم اجازه میتن، یعنی من گفتم هستند. درباره هستند شک نیست. سند و مدرک داره که همه مدرک. اینم اخیراً دبیر کلی سازمان امنیت جمعی گفت که 4,500 نفر فقط داعش است. 4,500 نفر، حدود 4,000 دیگر غیر داعش ها هستند. و اگر خواهید که مدرک، من این 1 ماه پیش گروه انصارالله که از نامش شده است طالبان، تحریک طالبان تاجیکستان TTT، کتابش انتشار کرد که نامش است آزاد کردن تاجیکستان از ظلم و اشغال. کتاب مستقر هستند در افغانستان. در افغانستان کتاب ولایات میفهمید شما؟ ولی ولایاتش خیلی کاری جزئی است. ببینید چه تعداد هستند انصارالله یا ما امو رقمایی که مثلا سازمان امنیتی دست جمعی یا مقامات قدرتی میگن به او تکیه میکنیم. مثلا حداقل تا 4,500 نیروی مسلح سرسری مرز ایستاده است. خب این مربوط تحریک طالبان تاجیکستان است. نه، با همه گروه حدود 22 گروه که نام برده میشه، ولی وقت نیست که ما اونا رو تشریح کنیم. درست. 22 گروه غیر از طالبان که اگر اونم یک گروه حساب کنیم 23 میشه، در افغانستان مستقر است. و این گروه چیکار میکنن؟ یک روز باید استفاده شود و اونایی که ایرا ساختن، مهندسی کردن، طراحی کردن، انا که سطح دوم خطر این است که اگر روابط ژئوپلیتیک تیره شود، متشنج شود و اون نیروهای قدرت‌های کلان جهانی خواهند که در
ضد همدیگر در مقابل همدیگر از این نیرو کار گیرن، انو و خطری بزرگ برای تاجیکستان میشه. یعنی سطح دومی خطر این است که همین نیروهای موجوده در افغانستان همچو ابزاری تاثیرگذاری به ضد همدیگر از سوی قدرت‌های جهانی استفاده شود. مثلا تاجیکستان همجا حوزه‌ای که برای امنیت روسیه مهم است، شاید اون نیروها یا قدرت‌های جهانی به ضد تاجیکستان کاری نکند، اما برای ضدیت با روسیه شاید اجاره ناامن کنه. بنابراین ما میگیم این سطح دوم سطح خطر در سطح ژئوپلیتیک است. دوم از طالبان ما دقیقاً همین دو چیز را انتظاریم. اگر همین دو چیز نباشد او کاری داخلیش ما کار نداریم. مثلا یکم این است که طالبان اگر در مرزها با واسطه خودشان یا با واسطه همون گروه هایی که از اونا نام بردیم تهدید فیزیکی به مرزها ایجاد نکنن، هیچ رابطه تیره نیست. مثلا من مثال میرم که شما بینید با امر رئیس جمهور بازارهای سرحدی نزدی مرزی باز شدن. این روز تجارت در حال ادامه است. از همین پولی 5 پایان که بین افغانستان و تاجیکستان است روزی تا 1000 ماشینی بارکش و تجاری میگذرد. یعنی رابطه تجاری با جامعه افغانستان است. برق تاجیکستان و افغانستان میرود بسیار در حجم کلان. روابط اقتصادی حفظ است و بازارهای سرحدی همش ادامه دارند. با طالبان ما در حال جنگ نیستیم. فقط اینجا یکی همون مشکلی کلان بین المللی بود که چگونه تعریفی نوی برای اونا بدیم که در کدام قالب حداقل سازمان ملل متحد، سازمان‌های منطقوی اونا را از لیست کشورها یا سازمان تروریستی بیرون کنن، ولی نکردین. این یک. دوم اینکه ما از طالبان یک مشکل دیگری در اول بود که اما برخورد شدیدی تمدنی و قومی که وجود داشت. البته تاجیکستان به عنوان یک دولت تأکید به داشت که یک دولت همه شمول شبکی حقوقی از جمله تاجیکان در اون معرفی شود، چون که این یک فشار بزرگی معنوی و اطلاعاتی به تاجیکستان بود که چگونه مثلا قتل عام تاجیکا در پنجشیر تماشا کند. بریم در مورد رابطه تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران صحبت بکنیم. شما اشارات بهش داشتین. این رابطه تاجیکستان چند سال پیش به شدت متشنج شد با ایران و حتی اگر من اشتباه نکنم سفیرای از هر دو کشور بیرون شدن و روابط تقریبا قطع شد کاملا. و در یکی دو سال اخیر با آمدن آقای رئیسی دوباره روابط رفته به طرف خوب شدن. چی اتفاق افتاد بین رابطه ایران و تاجیکستان و چطور بهبود یافت یک باره؟ ببینید ایران از نظر ظرفیت‌های تمدنی و تاریخی و فرهنگی و ارزشی که داریم یک دوست طبیعی تاجیکستان است، همونگونه که افغانستان هم. از این رو خوب بودن رابطه تاجیکستان و ایران حالت طبیعی است، ولی خوب نبودنش حالت غیر طبیعی است. بله. و در این سال‌ها یک مسائل امنیتی و سیاسی که بین تاجیکستان و ایران بود او تقریبا گذشت در مسائل اصلی امنیتی. اگه کم جزئیات بدین که چی اتفاق افتاده بود، چی شده بود که ایران مثلا ما همچون یک محقق همین روند میبینیم دیگه چه اتفاق افتاد بین ما مذاکره کنندگان. من برداشتم همین است که همون چند اختلاف نظری که دو نظام سیاسی، دو دولت، دو ملت، دو فرهنگ، دو تمدن با هم اختلاف ندارد، اما اختلافی بود که با نظام سیاسی یا با بخش‌های از نظام سیاسی در اونجا بود که چرا مثلا از نیروهایی که مخالفی دولت تاجیکستانن به طور صریح حمایت میشه. بحث اساسی همی بود. ولی وقتی که اونا این حمایت را قطع کردن، حداقل سازشنامه امضا شد که دو طرف از نیروهای مخالف همدیگر حمایت نمیکنن. وقتی که همی توافق شد، این همه در حال شد دیگه برای خوب شدن رابطه ایران و تاجیکستان هیچ مانعی هم نبود. شما بینید حتی به حدی رسید که در کوتاه‌ترین مدت روابط بدون ویزا امضا شد در این سفر اخیر رئیس جمهوری
ایران و اگر این از سال آینده تطبیق شود دیگه هیچ مانع نمیماند. بنابراین اونجا یک مانع فنی، سیاسی، امنیتی بود که او رفع شد. اگر او رفع نمیشد، من چرا میگم او رفع شد، ما سندش ندیدیم. همین که در این سطح آمد روابط که حتی رفت و آمدی شهروندان بدون ویزا را اجازت دادن، این معناش این است که همو خطر یا همو چه بگیم ترس، نگرانی تاجیکستان رفع شد. اگر این نگرانی در مورد حمایت از مخالفین و در مورد احتمال صدور ایدئولوژی اسلامی ما تاجیکستان او نگرانی رفت شد. احتمال نگرانی بیشتر از صدور ایدئولوژی نبود، چون که امو ایدئولوژی که ایران صادر میکند اینجا زمینه زیادی ندارد. جامعه تاجیکستان اساسا اهل تسنن هستند. بسیاری اون مفهومایی که در یک مذهب دیگه ارزش حسابا اینجا زیاد پایگاه ندارند، ولی اونجا سخن درباره حمایت مشخص گروه‌های مشخص میرفت. وقتی که این نگرانی رفع شده است، من میگم که همین که در این سطح شایشی روابط شد، این معناش این است که دو طرف دیگه از هم دیگر احساس نگرانی نداره. بیم به یک نکته مهم دیگه که سال‌هاست در تاجیکستان مورد بحث است، الفبای سیریلیک و استفاده از الفبای سیریلیک. شما رئیس مرکز ترغیب فرهنگ و ادبیات هستین اگر درست؟ فرهنگ ملی. فرهنگ ملی. دقیقاً همین موضوع. ببینید درباره مناسبت ما به خط فارسی و خط سیریلیک یک سوء تفاهم در فضای اطلاعاتی جهان فارسی زبان است. ما اول امر باید بگیم که این تصور که تاجیک‌ها خط فارسی را نمیخواهند یا که بد میبینند یا از هویت خود دور شدند، از اصالت خود دور شدن، این یک تصوری کسایی است که در محیط تاجیکی نبوده است. در محیط تاجیکی هر کسی که معرفت دارد، سواد دارد، اصالت خود رو میداند که خط فارسی این خط تاریخی ماست. خط فارسی بخشی از تاریخ و فرهنگ ماست، نه تنها بخش، یک عنصر مهمی اون است و خط فارسی بخش از اصالت ما و از تاریخ ماست و ما از او رو نگرداندیم. ببینید حادثه از تاجیکان گرفتن خط فارسی یک سیاست اجباری دوره شوروی بوده است و این شده است. اکنون ما حدودا 100 سال است که این خط روسی سیریلی رو داریم. اکنون چرا امروز با اون نمیگذاریم؟ اینو باید نگاه سوالی که وجود داره، چرا دولت تاجیکستان در 30 سال گذشته این کارو نکرده؟ ببینید ما اول اینکه یک اراده ملی و فرهنگی برای اینکه ما در بستر فرهنگی خود روند احیای ملی را داشته باشیم و خط فارسی هم بخش از آن است، این گونه اراده همیشه هست، این گونه آرمان همیشه هست، ولی از نظر ما امکانی عملی باید به این نگاه کنیم. مثلا اگر بسیار کوتاه بگم، مثلا ببینید ما 4 مشکل داریم که اگر اونا رو باید صرف نظر نمیتونیم که یکم اقتصادی با حسابای ما برای اینکه این ملت، این دولت، این نظام، این جامعه کاملا تغییر خط و الفبا کند در یک مدتی فرضاً 5-10 سال حداقل 10 میلیارد دلار پول لازم است. اقتصاد تاجیکستان ایرا تحمل نمیکنه. کشورهای فارسی زبان هم امروز برای زبان، ادبیات فارسی، برای ارزش‌های فارسی آماده نیستن چنین سرمایه گذاری کنند، چون که حتی نظام‌های سیاسیشان اولویت‌های دیگر دارد. این یک مسئله، یعنی که از نظر اقتصادی این یک پروژه نهایت گران خواهد بود. دوم از نظر اجتماعی، با در تاجیکستان اجتماعی به معنای جمعیتی است. از نظر جمعیتی اگر بگیریم، تاجیکستان امروز یکی از بهترین شاخصهایی که از دوره شوروی مانده است و امروز هست، همین کاملا باسواد بودن جمعیت است. تاجیکستان تا 99% تمام جمعیتش دارای سواد است در آمارهای سازمان ملل متحد نگرید و اگر ما به طور سریع تغییر خط کنیم و جمعیت بزرگ را در یک شبه بی سواد کنیم، این بسیار کاری مشکل است و دیگر مشکلات دیگری جنبه‌ای خواهد داشت. بنابراین این رو باید در یک برنامه طولانی، این ببینید حاضر من میخوام همین نکته هست نشود حتما که
امی حاضر طبق برنامه دولتی در همه مکتب‌های تاجیکستان خط فارسی همچون یک درس خوانده میشه، تدریس میشه. بله تدریس میشه. مثلا یعنی نسل جدید با آشنا بله باشه. بله آشنا میشه. ما مثلا اینا مکتبی میانه میگیم مکتب، در مکتب ها خط فارسی به نام الفبای نیاگان صنف 7 8 9 الفبای نیاگان میخواند و یک کسی که مکتب خوب خواند با فارسی خوانده و نوشته میتواند. این یک زمینه سازی است که توانیم استفاده کنیم چون او پیوندی با تمدنی ما. سوم مشکلی است که این فضای ژئوپلیتیک، فضای سیاسی جهانی هم به این مسئله نگاه خود را خواهد داشت، زیرا تغییر خط گاه از سوی بعضی شریکای ما تغییر موقع هم حساب بشه. یک بحث دیگه یک بحث دیگه. ولی چهارم یک بحثی که میخوایم در اوج بی انصافی نکنیم، از روی انصاف گوییم، یک سلسله دانشمندای ما، زبانشناسای ما، نخبگان ما، فرنگیان ما مطمئنن که خط سیریلیک از نظر کاربردی خیلی مناسبتر است، از نظر تعلیم، زود یاد گرفتن، بیان کردن واژه ها، آواها و غیره غیره. بنابراین خط سیریلیک را باز نه تنها از نظر او تمدنی و ارزشی بها می‌دیم، از نظر کاربردی اگر گیرن اونا میگن که این خیلی مناسبتر و بهتر از فارسی است. بنابراین به فارسی گذاشتن از نظر تمدنی بسیار چیز ارزشمنده، ولی از نظر عملی چی میدهد این هم سوال است. بنابراین اگر این 4 مشکلی که من گفتم پیش رو گیریم، همین تصوری از بیرون که تاجیکان نمیخوان به خط سیریلیک فارسی گذارن، اینا دوست میدارن خط سیریلیک، یک تصوری کمی به انصافانه میبود. بسیار تشکر جناب رهنما، تشکر از شما.